صبر، یک دقیقه صبر دوستا. درآمد داری، پولم داری، ولی در آخر ما میبینی که یک روپیه در جیب نداری. مشکل از درآمد نیست، مشکل در کجاست؟ تا آخر نگاه بکن. یعنی من اولش خب من درآمد دارم، همه چیز دارم، ولی در آخر خلاص میشه. آخر ما میبینیم که یک روپیه نیست. هیچ نمیفهم که اینمی درآمد کجا رفت. دوستی عزیز، بیبی این کلیپ بیبی تا آخر نگاه بکن. آیا برات کار آمد؟ ایره لایک سیف کن و دیگرها هم بفرست که تا اونا هم آگاه شود. دوستی عزیز، مشکل تو از درآمدت نیست، مشکل توی است که از نوع مدیریت است. یکی تو چگونه پول خود را مدیریت بکنی، چگونه سیف بکنی و چگونه چقدر خرج بکنی به اندازه درآمدت خرج بکنی، به اندازه درآمدت پس انداز داشته باشی. این بسیار مهمتر است. اگر تو 10,000 افغانی ماهانه ماش داری، 7,000 افغانی خرج شد، 3,000 افغانی به عنوان پس اندازی را در نظر بگیری، حتما در یک سال شما به یک شکل در یک 40,000 یا 45,000 جمع میکنی. یک سرمایه خودی جور میشه. از این سرمایه شما میتونین به دیگه کسب کارها، به دیگه مهارت ها استفاده بکنین. حتی میتونین که به اون پول سرمایه گذاری بکنین. حالا مشکل در کجا بوده دوستای عزیز؟ مشکلی است آمد ما نبوده، مشکل از خود ما بوده. یک بار از خود ما سوال نکردیم که این پولی که داریم چقدرش خرج بکنیم و چقدرش پس انداز بکنیم. مدیریت پول را باید بدانیم. وقتی که ما مدیریت پول خود را ندانیم، از سنجش اقتصادی خود نکنیم در روزگار یا در خرج و مصارف روزانه، قرضدار هم میشه، پول خود میره و میره، ولی قرضدار هم ممکن شوی. رفتار اقتصادی را در نظر بگیرین و میتونین که یک سیو خوب را داشته باشین. اگر شما هم رشد فردی را میخواین، این پیج ما را دنبال بکنین، به دوستا شریک بسازین تا در آینده ما ویدیوهای خوب و عالی را به شما بسازم. تشکر.